سلام دوستان عزیز، سپهر رکس هستم و خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو اومدیم بریم گردونه لوکاس الکترون رو با هم دیگه بررسی کنیم و اونو فول کنیم و یه گیم پلی همراه اون داشته باشی. پس شما رو معطل نمیذارم و بریم سراغ ویدیو، ولی قبل از شروع کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، نوتیف بغل سابسکرایب هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی من با خبر بشید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت این ویدیو رو فراموش نکنید. بریم سراغ ویدیو. Let's go. آقا بریم سراغ ویدیو. یه سفیدی هم براتون آوردم. چه سفیدی حاجی؟ سفیدی از اون طرف، گردونه از اون طرف. خیلی به سفیدی حاجی دقت نکنه. ولی بچه در رابطه با توضیحاتش، این گردونه بچه برای مولتی پلیرها یعنی اصلا یه چیز گنگه، یه آیتمای خفنی داره، فقط به درد مولتی میخوره. یعنی کلا این گردونه ساخته شده برای مولتی پلیرها و اگر مولتی پلیری بزنید اشغال کنید و بتل پلیر هم هستید، دوست داشتید بزنید، دوست هم نداشتید بزنید، ولی من به بتل پلیرها پیشنهادش نمیدم. و بچه بریم داخل گردونه. سفیدی رو اول ببینیم. اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن. بچه به سفیدی دقت نکنید. حالا بریم آیتماشو ببینیم. بچه یه چت داره اصلا مولایی. لند میکنیم یا جلو چشش رعد برقات اصلا میتکه ها. یعنی از تن اسکینشون خود چتره و رعد برق میاد پایین. حساب کن. یعنی کلن حاجی موامم اینجا اومدم اوکی کردم. ماشینش حاجی، ماشینش رو نگاه، ماشینش مولا. یعنی کمیاب ترین آیتم بتل رویال محسوب میشه ماشینش و خیلی چیز گنگیه. پروفایلش حاجی، پروفایلش حاجی بزنید برید داخل رو طرف دیگه حاجی اصلا پرو. اینو نگاه کن. درسش حاجی تیر 3 شعبه میزنه میره بالا. اینم درسش حاجی تیر 3 شعبه رو میزنه. به نگاه کن یه بار دیگه ببینیم. تموم ایزی میزنه این درسو. و بچه‌ها کالینگ کارتشو نیستم، ولی اگه میخواین ست کنید هستم. کالینگ کارتش حاجی اصلا هیچیش با هم دیگه نمیخونه. اصلا آدم فضایی و کوب و اسکینش و گانش اصلا اون اندازه درستش نیست. نمیدونم چرا یه جوریه این کالینگ کارتش، ولی خب من کالینگ کارتشو نیستم. کاراسپوشو بچه‌ها میتونستن یه کمی اکشن‌های متحرکی داخلش به کار ببرن که حداقل مثلا مثل خود لوکاس الکترون یا مثلا مثل ماشینش یکم این رعد و برقای داخلش تکون بخوره، ولی خب اینو اوکی نکردن برامون. و بچه جی کی اس هم که اصلا گانی نیست که بخواد استفاده بشه، نه داخل بتل نه مولتی. کمتر کسی از این گان استفاده میکنه و شاید هم هیچ کس استفاده نکنه، نمیدونم. و حالا شاید شما بپسندید ولی من این گانو نمیپسندم. و حاجی اسود نایفشو مولا امام این اسود نایف. و حاجی خیلی اسود نایف جیگریه و ساعت ها میشه از این اسود نایف به عنوان یک آیتم خفن استفاده کرد. گنگ. و بچه ها اسکینش سیلور، پروفایلش هم سیلور. حالا جالبیش اینه نگاه کنید، این اسکین سیلور. بچه اسکینش هم گاده ها مومنت میزنه بچه. و بچه نگاه اون سیلور، این هم سیلور حاجی. ازم پشمان ریخته. گانش حاجی بریم بیا این وسط. گانشو نگاه حاجی، این بهش میگن یه گان پیتووین و خفن و مولایی که داخل گردونه میشه استفاده کرد ازش. یعنی گانه ها لوکاس برای مولتی شاخه. البته حتی مناسب میخواد که حالا من این اکانت کلا تو لول آخر نبردمش، ولی خب اتچش حالا اگر شد براتون میذارم که بتونید از اون اتچ استفاده بکنید. خب آقا اینم از این گردونه مولا برای مولتی پلیرها مولا. بریم بچه گردونه رو فول بزنیم. خب بچه من رفتم رو آیپد و بریم رو آیپد گردونه رو فول کنیم ببینیم داستان از چه قراره. و بچه من اینجا یه چند تا توضیحات در رابطه با کانال یوتیوبم و برنامه هایی که براتون دارم اینجا بهتون میگم. بچه کانال یوتیوب ما کلا در رابطه با کال آف دیوتی، حالا ممکنه یه چند تا گیم دیگه هم بذاری، ولی خب کلا بچه ما در رابطه با کال آف دیوتی ویدیو داریم و ویدیوهای کال آف دیوتی براتون میذاریم. و بچه در رابطه با برنامه ها نگاه کنید، ما اومدیم براتون هم کانال تلگرام زدیم
و هم کانال روبیکا زدیم و بچه جای دیگه هم کانال خاصی و یا چنل خاصی نداریم و بچه اونجا براتون چالش میذارم و چالش ها هم زمانی که به مثلا ممبرهای خاصی رسیدیم براتون اوکی میکنم و میذارم که بریم آقا اشغال کنیم و بچه ها بعضیش جایزه داره و بعضیش هم نیست و بچه ها کاستوم هم برگزار میکنیم و میریم دور هم دیگه عشق و صفا میکنیم و بچه ها تو اینجا رو ببینید حاجی اصلا یعنی گردونه کلا حاجی فاز مولتی داره نمیدونم چرا یعنی هر جوری فکر میکنم حاجی فاز مولتی داره و برای مولتی هم خوبه حاجی کلا چون گان لوکاس داخل بتل بازم بگم نمیشه استفاده کرد و دمیج زیادی نداره حالا بازم با بچه ها خیلی حاجی گان خفنیه حالا فعلا اینو که فول زدیم اسکینش رو دن سرویس زودتر داد به نازم اکتیویژن و بچه اتچ هم بگیرید و داشته باشید خب بچه ما گردانه رو فول زدیم حاجی یه عرب براتون آوردم میخوام اشاخلاری بزنمش حاجی لوکاس اومده دست میخوام اشاخلاری بزنمش گردونه رو براتون فول کردیم و بچه اتچ گانم براتون چیدم و گذاشتم حالا بچه این الان اون اتچی نیست که میخوام ازش استفاده کنم به خاطر اینکه این اکانت اتچمنتشو تو لول آخر بالا نبردم به خاطر همین اتچ اونو نچیدم حالا بریم حاجی میخوام بزنم دهنشو بیارم پایین حاجی اصلا ایم اینو نگاه کن حاجی پی تو وین ترین ایم لوکاس داخل گیم حاجی میشه مگه با این نبریم گیمو خب بریم آقا زیرو بار نمیره بیاد یه دوتا بهش بزنیم نگاه کن حالا از این بریم ببینیم حاجی دست اولم هم اصلا نمیتونم درست بازی کنم ببخشید بچه‌ها و این اشه این اولی حاجی کیل افکتو پشمو پرام خب از این بریم یا علی اومدی که تو اینجا برو آها یه اسلاید بک میزنیم بهش طرف گریه میکنه اونجا حاجی چه مومنتش یه جوری شد حاجی یه ثانیه سب کن ببینم حاجی چرا نمیخوری تو واک دمت شدم حاجی برو اینجا حاجی موامو نگاه حالی دهن سرویس بک دهنتو سرویس حاجی بک میزنی تو بیا اینجا آها این اولی یه خط مناسب ازش بگیریم و بخوابونی تو دهنش خب آقا اونجا هم که اوکی از این ور آها این چی میگه اینجا ندیدم چرا تو رو حاجی دهن سرویس چرا نمردی تو اونو که بهت زدم حاجی باید میمردی دهن سرویس رو اوکی خب از این ور آهان حالا بده دهن سرویس بخور چرا نمیخوری تو وایستادم حاجی وای نبر وای میستادم ولی خب زدیمش بالاخره نمیتونی که ببری پسر گل بودو بیرم بودو بینم دادا بودو ببینم دایی خب آقا اوف دهن سرویس تو شات خواهی بزنی تو همون بالا میزنم بهت دهنت سرویس چرا نخوردی باز الان طور نزدم ولی الان میزنم بهت دهنت سرویس بریم ببینیم چه خبر داست اونجا بودی فکر کنم ها فکر کنم گفتم که اونجایی دیدم یه چیزی گفتم شاید تو نباشی ولی خودت بودی پس بزن دیگه حاجی خودت هم دهنت سرویس خط گیر خیلی خط بدی گرفتی حاجی خیلی خط بدی گرفتی بریم از اون حاجی تو کجا بودی حاجی بزن اینو حاجی خیلی بد خط میگیره حالا عرب بیشتر حاجی وقتی هدشات عرب وقتی میخواد بازی کنه حاجی یه خط میگیره اول مثلا جایی که ممکنه بعد میکوفه تو صورتت حاجی مهم نیست اصلا هیچ کاری هم کنه فقط میکوفه بهت تیر برات با وازلین شیافی کنه حاجی خب اینجا نه از اون ور نمیاد فکر کنم حاجی من چرا کلمو این ور میکنم میخوام بزنم بهش نمیدونم
نمیدونم. حاجی یه جا یکی بهم دمیج داد. اوه اوف حاجی خط دهن سرویس. ایم من رو تو باز چرا نمردی؟ همین جایی نه بودی بیا. رفتی ای دهنت. حاجی جون اموات حاجی دهن سرویس. اونجا ایم من رو باز نشد اصلا، یعنی خودت هم حس نکردی ایم منو؟ عیب نداره اصلا عیب نداره پسر. آها حالا بخور، آخری رو بخور. خب بچه این از گان اسپکشن که حاجی گان اسپکشن خاصی نداره حالا نسبت به گان لژندری جدید و گرافیک هم براتون گوشه با بالاترین حد ممکن با اف 120. دیگه چی میخوای؟ اینم از این بچه. عشق منید. حاجی کل افکتش مولایی. دوستتون دارم، عشق منید. خب بچه امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. اگر از این سبک ویدیو خوشتون اومد حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، نوتیف بغل سابسکرایب هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی من با خبر بشید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت این ویدیو رو فراموش نکنید. تا یه ویدیو دیگه فعلا بابای.